5 ماه باز نشر قطعه‌های نظمی یک هجونگار قریب 60 ساکنی دهه خواجه غلطان را ناراحت کرده است و آنها می‌خواهند مؤلف را پیدا نمایند. این شاعر قطعه‌های خود را در گروه‌های معمولی شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کند که به قول ساکنان زندگی آنها را نوگی زبان کرده است. فقط همین خواجه غلطان هم درون همون تو میخورد بعد یکی پند شدید اومد تو نه بگیم نه نخیلکش بگیم اینجا در یک قشلاق پیش مسجد بعد این رفت به شوراباد به نواباد. قیام الدین نظام نفر است که برای یافتن شاعر گمنام 500 سامان جایزه اعلان کرده است. تأخیر نداره میشه حجویه ما عیزیق نیستیم ما خرسندیم که ما میخواستیم اما آدم بیاویم که کی نوشته سمیره ما گفتیم که امیره بیاویم ما همه کدام باشم باید اون مبلغ مکافاتش میتونم. با گفته قیام الدین کارمند سابق ملیست در یکی از قطعه‌های این شاعر او و پدرش توصیف شدند. واکنش پدر و پسر به مندرجه هجویات از هم فرق دارد. نسبت من نوشتگی بود که شیشتنهای نظام تمام نظام گردن تاوی قیام ماشین رانی های امام میبینیم زق میشم این نظام تمام میشینه تمام تاوی چلای بعد تمام گفتم که هم خیلی خیلی راست گفته است آخه من پسته نمیشینم باید که چی میگه یک آدم دیدم اونجا رفت یک آدم گفتم خیلی راست گفتن همین استودیوی نظام فقط میشینه زنکار مردکار میبینی یک کار نداره نگفتیم آخه هم گردن تاوی ما گردن تو نبیتم آخیانشتیم ما هم درانی که استاخانه علمخان مکانی جمعشوی مردمی ده است. او میداند که چرا میخواهند مؤلف را پیدا کنند. 40-50 کس نوشته که مثلا 100 کس نوشته 100 کس نوشته که همین 100 کس لحظه کرده بوده یک کیف کیس است خیلی آدمی نوشته یک کم طرف دوستاش یک بیوم درکش نوشته است. علمخان از قهرمانان قطعه هجوی است. به قول او آنچه شاعر گفته است انعکاس واقعیت‌های خواجه غلطان است. استاد نمره گردی قدمم جونکنی و اسلامم این جونکنیش خیلی که سیل اومده به سیل وای برای راه سیل اگرتم او خونش نزدنم کش غیرت کرد که خاص بیارمونه که هم سیل نزنه. مردم میگویند این شاعر از دیان هاست چون که کسی دیگر با این جزئیات حیات خواجه غلطان را نمیداند. آنها به ملیسه و اداره امنیت ناحیه شمس‌الدین شاهین برای پیدا کردن این هجونگار گمنام مراجعت کردند اما تا حال پاسخ نگرفتند.